یه هدیه بزرگ برای شما آوردم. حالا نمیدونم بعداً از این هدیه کجا استفاده خواهید کرد. آقای فاضلی خدمت شما. این یک آچار بسیار بزرگ و سنگینه. نماد چیه؟ نماد بیفایده بودن. بیفایده بودن؟ بله. چرا؟ چون هیچ پیچی رو باز نمیکنه. این سالهای ساله که در دفتر من هست. خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره، خیلی سنگینه، اما هیچ پیچی رو باز نمیکنه. این شبیه یه فیلم سازه که آثار خیلی بزرگی داره، 10 سریال ساخته، اما پیچی از مسائل جامعهش نتونسته باز بکنه. شبیه یه اندیشمنده که کتاب‌های خیلی زیادی داره، حرف‌های خیلی زیادی زده، اما در نهایت همه اینا یه پیچی رو نتونسته باز بکنه. شبیه یک آلت جنسی خیلی بزرگ و عمل شده است که رفته پیش دکتر و مسائلش رو فکر کرده اینطوری میتونه حل بکنه، اما باز هم پیچ جنسی مسائل زندگیش باز نشده و حل نشده مشکلش. و شبیه بسیاری از پلتفرم‌ها، آدم‌ها، ایده‌ها، شبیه کشور خیلی بزرگه که خیلی خیلی کشور سنگین و بزرگ و پرتاریخیه، اما یه پیچ ساده رو تو منطقه نمیتونه باز بکنه. حالا چرا من همونیم که زیاد نوشتم هیچ پیچی باز نکردم؟ نه، به خاطر اینکه شما از اول که شروع کردید به نوشتن مسئله‌تون آچار نبود، مسئله‌تون پیچ بود. همیشه دنبال اون پیچه بودی، به آچار فکر نکردید. یه جایی با انگشت سعی کردید باز بکنید، یه جایی با گفتگو سعی کردید باز کنید، یه جایی با رفاقت با دیگران سعی کردید باز بکنید. و یک اتفاق خیلی مهم دیگه، این آچارهایی هستند که دسته های کوتاهی دارن و این جاهای ضربه خیلی شدید جاهایی که این آچار نتونسته باز کنه، یه پتک از بالا به این آچار میزنه تا بتونه اون پیچ رو باز بکنه. آچار اگه آچار باشه پتک نمیخواد آقای فاضلی. مثل آچار فرانسه‌های کوچیک دیدید باز میشن بسته میشن، به هر پیچی میخورن. مسئلهش باز شدن اون پیچ است. دیدگاه تو پسندیدم. بذار این یه جمله رو بهش اضافه کنم. بعد از اینکه کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی مت اندروز و لند پریچت و مایکل وولکاک اومد بیرون، اونا میگن که یکی از بدبختی‌های جوامع و بالاخص دولت‌ها اینه که یه سری راه حل دارن، صرف نظر از اینکه این راه حل کدوم مسئله است میخوان اون راه حل رو خلاصه اعمال کنن. چای نبات. آره، چای نبات است. خب و یه روی کردی رو دنبال میکنن به اسم انطباق تکرار شونده مسئله محور. میگن یعنی اول مسئله رو پیدا کن، بعد مسئله رو پهن کن، خیلی تجزیهش کن، ببین ابعادش چیه، بعد اون مسئله رو براش راه حل محلی پیدا کن. راه حل محلی یعنی راه حلی که متناسب با شرایط و اقتضاعات خودته. بعد اون راه حل رو که پیدا کردی ببر راه حل رو یواش یواش اجرا کن و بعد بر اساس اجرای اون راه حل در درون خودت ظرفیت حل مسئله ایجاد کن. من یه ویدئویی تو همین مجموعه ساختم تو این صفحه، اسمش هست دکمه‌های بی لباس. دکمه‌های بی لباس درباره طرح انتقال پایتخته. خب بعد من اونجا استدلال کردم که این طرح انتقال پایتخت یه راه حلیه که معلوم نیست مسئلهش چیه. یعنی قراره چی رو حل کنه. داستان این آچار شما مثل اون دکمه‌های بی لباس میمونه، مثل راه حل‌هایی هستند که مسئله محور نیستن. مثلا تو داستان آب بهت گفتم دیگه، چون تو به آب خیلی علاقه داری، تو داستان ماهی ها در سکوت میمیرن به آبم پرداختی و خشک شدن سیستان. یه دی تو این کشور یه راه حل بلدن به اسم لوله بکشیم آب ببریم این ور اون ور. بعد بهش میگیم فرونشست زمین، میگه آب منتقل کنیم. بعد بهش میگیم مشهد آب کم اومده، میگه آب از خلیج فارس میبریم اونجا. بعد میگیم که شرب شهر تهران دچار مشکل، میگه آب منتقل کنیم. یعنی یه چای نبات داره به خورد همه میخواد بده.